سلام به همه. سلام. دم همتون گرم. امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. شهر خیلی باحالی هم دارید. بریم سراغ موضوع. دوستان، اولین جایی که من استخدام شدم یه شرکت تولید و فروش نرم افزارهای اتوماسیون مدارس بود. خودمونیشو بگم، به مدرسه ها نرم افزار میفروختیم. خیلی شرکت باحالی بود. خیلی دوستش داشتم. البته 6 ماه بعدش اخراج شدم. رکورد عدم فروش رو شکستم. 0 فروش در 6 ماه. میخندین؟ یعنی مدیرم میگفت تو پرتلاشترین و در عین حال ناکامترین فروشنده‌ای هستی که دیدم. خیلی کار سختیه 6 ماه سعی کنی یه چیزو بفروشی نتونی. من این کار سخت رو انجام دادم و مدیرم منو اخراج کرد چون میگفت مدارس تعدادش محدوده. داری میری مدرسه ها رو یکی یکی میسوزونی، مگه چند تا مدرسه تو شهر هست؟ اما همزمان با من یه عزیز دیگه هم از مجموعه اخراج شد. شاید فکر کنید که اون عزیز هم مثل من ضعیف بود در فروش. نه، قوی ترین نیروی فروش شرکت بود. رکورد فروش رو زده بود. اسمش امیر بود. البته 206 نداشت. یا بهتره بگم هنوز نداشت. خیلی خوش‌تیپ، خوش استایل و خوش صحبت بود. نمیدونم چرا امیرها اینجوری هن. یعنی اگر خواستید بچه‌تون خوش تیپ و خوشگل و خوش صحبت شه، حتما اسمشو بذارید امیر. البته یه ریسکایی هم داره، بهش نمیپردازم. امیر بهترین نیروی فروشی بود که تا الان میشناسم. فوق‌العاده بود. حرف میزد دوست داشتی ازش بخری. اون موقعی که من دایره واژه‌ام 27 واژه بود، یعنی به مشتری میگفتم لطفاً این را بخر، 5 تا 10 هزار تا واژه بلد بود. نصف حرفاشو نمیفهمیدیم ولی باز دوست داشتیم بخریم. لابد میگین چرا اخراج شد؟ سوال خوبیه. دوستان، شرکت‌ها و سازمان‌ها برای معمولاً برای آدمای متوسط ساخته شدن. آدمای خیلی ضعیف و آدمای خیلی قوی معمولاً اخراج میشن. بازم شاید بپرسین چرا؟ به خاطر مدیرای میانی، به خاطر نظام سلسله مراتب هرمی. مدیر میانی منظورم کیه؟ مدیر مارکتینگ، مدیر فروش، مدیر تولید، مدیر کارخونه. اینا حد فاصل لایه اجرایی سازمان و مالک یا مدیر عامل سازمان. نمیخوام نقششون رو زیر سوال ببرم. مدیران میانی مهمترین عامل رشد یه سازمانن. مهمترین عامل انسجام و یکپارچگی درون سازمانن. اما میخوام بگم در عین حال میتونن مهمترین مانع رشد سازمانم باشن. مهمترین عامل سرکوب استعدادها و فکرهای جدید سازمانم باشن. امیر رو مدیر فروش اخراج کرد چون احساس میکرد یه تهدیده برای خودش، ممکنه 2 روز دیگه جاشو بگیره. با وجود اینکه میدونست برای شرکت هزینه داره، چون شرکت افت فروش رو تجربه خواهد کرد، اما ترجیح داد به خاطر حفظ جایگاه خودش امیر رو اخراج کنه. میخوام یه داستان دیگه براتون تعریف کنم. یه خورده حرفه‌ای‌تر که شدم، یه 4 تا چیز که از این ور اون ور یاد گرفتم. توی شرکتی مشغول به کار شدم تو واحد بازاریابی. مدیر مارکتینگی وجود داشت و 6-7 نفر نیرو. کل کارو که به ما دیکته میکرد، این کارو بکن، اینجوری بنویس، اینجوری بیار، اینجوری فایل درست کن. با ایناش کار ندارم. خلاقیتی که اجازه نداشتیم از خودمون نشون بدیم. آخر سر فایل رو از ما میگرفت، اسم خودش رو میزد، میرفت جلو مدیر عامل پرزنت میکرد. ما یک بار هم اتاق پرزنت رو ندیده بودیم. دوست داشتیم ببینیم، دوست داشتیم پرزنت کنیم و این باعث شده بود که ما 6-7 نفر انگیزمون رو به مرور از دست بدیم. تا اینکه یه روز یه مدل خیلی حرفه‌ای برای پیش‌بینی فروش نوشتم. خیلی مدل خوبی بود ولی پیچیده بود. برای مدیر مارکتینگ توضیح دادم، میفهمید که چیز خوبیه
ولی یاد نمیگرفتش. هر چقدر بهش توضیح میدادم اینجوری آخر نفهمید و آخرش بهم گفت میشه اینو خودت پرزنت کنی برای مدیر عامل. من انگار دنیا رو بهم داده بودن. تو ظاهر اینجوری بودم ولی تو باطن اینجوری بودم. انقدر خوشحال بودم. صبح و شب تمرین میکردم. با مترو میرفتم سر کار. تو مترو حرف میزدم. همینجا در حال پرزنت تمرین کردن پرزنت بودم. این دیوونا. یعنی یه دفعه مادر بچه‌شو نشون داد گفت نگاه کن اگه به حرف من گوش ندی اون شکلی میشی یا. بعد بچه نگاه کرد گفت باشه مامان گوش میدم. فقط 20 بار شروع رو تمرین کردم. با سلام خدمت جناب آقای مهندس الف مدیر عامل مجموعه و به هم. ساعت 3 جلسه بود، من ساعت 1 تو اتاق جلسه بودم. همچنان داشتم تمرین میکردم. جلسه شروع شد. پرزنت فوق‌العاده بود. مدیر عامل مجموعه که آدم سختگیری بود یه لبخند ملیحی زد و 2 بار دست زد. یعنی یه بار تشویق کرد، گفت اگه میشه یه بار دیگه هم تشویقش کنید. و من بعداً فهمیدم که مدیر عامل هیچ وقت این کارو نکرده. و یه جمله بهم گفت که هنوز تو گوشمه. گفت تو جوان خوشفکری هستی و سرمایه آینده شرکتی. من اشک گوشه چشام جمع شد. همونطور که داشتم اشک گوشه چشامو پاک میکردم نگاهم افتاد به مدیرم. فکر کنین چه شکلی بود؟ قرمز شده بود. سایز چشماش 2 برابر حد استاندارد بود. و اگه خیلی دقت میکردی یه دودی رو احساس میکردی که از گوشاش داره بیرون. تا 1 ماه بعدش با من حرف نمیزد. به من هیچ کاری رو نمیداد. یعنی من 1 ماه بیکار بودم، میرفتم میشستم تو شرکت، بقیه بچه‌ها داشتن پرس میشدن از شدت کار. من میرفتم 1 ماه تو شرکت، باشه میرفتم ناهارمو میخوردم، دستمال میبستم، خیلی با طمأنینه 1 ساعت طول میکشید ناهار خوردن. نیم ساعت بعدش پیاده روی بعد ناهار داشتم. بعد میومدم دمنوش درست میکردم. رو به پنجره آواز گنجیش، بچه‌ها بقیه داشتن پرس میشد. رمان پیرمرد دریا رو میخوندم. 1 ماه همین جوری بود. بعد 1 ماه رفتم به مدیره گفتم آقا من حوصله‌ام سر رفته، میشه بهم یه کار بدی؟ گفت بله، الان یه پروژه سخت بهت میدم. گفت هزینه‌های واحد رو حساب کن. یه اکسل بود با 6 تا سطر. 3 روز بهم وقت داد. من این 6 تا سطر رو یه بار از بالا به پایین حساب کردم، یه بار از پایین به بالا. خیلی عددش حساس بود، پروژه مهمی بود. یه بار با ماشین حساب زدم، یه بار با فرمول اکسل زدم، یه بار دستی حساب کردم. 3 روز سرش بود. دیگه به من هیچ پروژه مهمی نداد و من از 100 کیلومتری اتاق پرزنت و اتاق جلسه دیگه رد نشدم. یه کاری کرد که من مجبور شم خودمونی استعفا بدم. بیاین قضیه رو از زاویه دید مدیر میانی نگاه کنیم، نه از زاویه دید من، چون من بعدا مدیر میانی شدم، حس اونا رو هم درک کردم. مثلا این چیزی که دارم میگم در مورد همه مدیران میانی صدق نمیکنه، 99%شون. مدیر میانی به سختی تونسته از لایه پایین بیاد بالا. به نقطه‌ای رسیده که دیگه معمولا پیشرفت نمیکنه. مدیر عامل که نمیشه، چون معمولا مدیر عامل مالکه یا معمولا مالک تعیین میکنه مدیر عاملو. به این نقطه رسیده که دیگه پیشرفت نداره. حقوق خوبی ولی داره. در کانون توجه هم هست. این ساختاری که ما تو سازمان‌ها درست کردیم، ساختار هرمی، این فرد رو منافعش رو طوری تعریف میکنه که سعی کنه از جایگاه خودش دفاع کنه. جایگاه خوبیه دیگه هم نمیتونه بالاتر بره. پس چیکار میکنه؟ احتمالاً آدمای خیلی قوی رو استخدام نمیکنه، چون میترسه بیان بالا جاشو بگیرن. ما 20 تا مدیر مارکتینگ که نمیخوایم، یه دونه میخوایم. احتمالاً نیروهایی که خیلی خوبن تو بدنه مجموعه احتمالاً بهشون خیلی فضا نمیده، یا سعی میکنه همه تصمیماتو خودش بگیره، چون اگه بخواد تصمیم گیری رو تفویض کنه یه فرصت داده به بقیه. هر کاری میکنه که جایگاه خودش رو حفظ بکنه. اما این به نفع شرکت نیست، چون شرکت نفعش در اینه که نیروهای جدید با استعداد حرفه‌ای با خلاقیت بالا وارد مجموعه بشن و طرح‌های جدید ارائه بدن تا سازمان فروشش بره بالا، تا تکون بخوره. ولی این با منفعت مدیر میانی در تضاده و این بزرگترین تضاد منافع است تو سیستم سلسله مراتب هرمی که مدیرای میانی درگیرشن. و این کارشون باعث میشه خیلی از اون نیروهای با استعدادی که تو مجموعه بودن و میتونستن یه طرح بدن که شرکت درآمدش بره بالا، از مجموعه خارج شن، خودشون آژانس بزنن. دوستان من یه آژانس تحلیل بازار دارم. هر سال با 60-65 تا مدیر ارشد صحبت میکنم در مورد بحث‌های بودجه تبلیغاتی. یه گزارش هم منتشر میکنیم، احتمالاً دیدید گزارش ما رو. یه سال گفتم میشه یه سوال
اضافه کنید به پرسشنامه و اون سوال اینه چی شد آژانس زدی؟ از 60 تا 18 تاشون آژانس زده بودن. این سوال ازشون پرسیدیم. فکر کنید نتایج چی بود؟ 7 تاشون گفتن ما توی شرکتی بودیم، یه سری طرح و ایده داشتیم، مدیر اونجا که عمدتاً مدیر میانی بود اجازه نمیداد من طرحم رو، فضا بهم نمیداد طرحم رو ارائه بدم یا ران کنم. من خودم اومدم بیرون آژانس زدم. 6 تاشون گفتن رسما توسط مدیر میانی اخراج شده بودیم. یعنی 6 و 7 13 تاشون از 18 تا که تقریبا میشه 70% به خاطر مدیر میانی شرکت قبلیه رفته بودن آژانس زده بودن. میدونید خیلی فاجعه است. یعنی اون آدمه میتونسته تو شرکت بمونه، طرحش رو اونجا اجرا بکنه و برای شرکت درآمد ایجاد کنه، اما رفته بیرون رقیب شده و حالا داره از اون مارکت سهم میگیره. یه نمونهش خود من اصلا دوست نداشتم شرکت بزنم، مثلا حوصله‌اش رو نداشتم، اصلا بلد نبودم، مثلا سرمایه نداشتم. یه طرحی رو تو شرکتی که کار میکردم ارائه دادم که میتونست فروش رو 2-3 برابر کنه، چند 10 میلیارد تومان ارزش تجاری ایجاد کنه. مدیر میانی چیکار کرد؟ 1 سال منو عقب نگه داشت، طرح منو به مدیر عامل نمیداد. هر دفعه منو میدید اینجوری میکرد امروز میخوام صحبت کنم، مدیر عامل خارجه، بیاد ایران صحبت کنه. و برعکس، احتمالاً میخواست از سر من بیفته. بعد 1 سال بالاخره با هزار زور و دردسر به مدیر عامل رسیدیم. مدیر عامل نظرش چی بود؟ مدیر عامل نظرش مثبته. معلومه که از خودشه که یه نیرویی بیاد ایدهشو تو سازمان اجرا بکنه، بله حمایت مالی هم ازش بکنه، درآمد اضافه بشه، بخشی از اون درآمدو بده به نیروی جدید. به این ما میگیم کارآفرینی سازمانی. کارآفرینی سازمانی هم به نفع صاحب ایده است هم به نفع مالک، اما مدیر میانی به نفعش نیست. انقدر چوب لای چرخ ما گذاشت که یه روز از عصبانیت به همراه شریکم از شرکت رفتیم بیرون و یه شرکت زدیم، یه چیزی رو فروختیم و شرکت زدیم و چند 10 میلیارد تومان درآمدزایی ایجاد کرد، در حالی که میتونست تو شرکت قبلی باشه. و بعداً فهمیدم 3-4 تا شرکت دیگه‌ای که تو همون فیلد دارن کار میکنن قبلا تو همون شرکت بودن. یعنی در واقع اون شرکت شده بود کارخونه تولید رقیب. یه کار دیگه هم مدیرای میانی میکنن دوستان، خلاقیت‌ها رو میکشند. بزرگترین منبع خلاقیت تو شرکت‌ها کیان؟ نیروهایی که تازه وارد شرکت میشن، به خصوص اگه کم تجربه باشن. خلاقن، نسل زدیا. من باشون خیلی کار کردم، فقط کافیه بهشون نگید بالا چشتون ابروه، بقیه مواردشون فوق‌العاده است. یه بار یکیشون رو گرفتم، یه تیم رو گرفتیم، یه دیزاینر می‌خواستیم، فایل‌های تحلیلی رو بعد دیزاین می‌کرد، تبدیل می‌کرد به پاورپوینت. به مدیر بخش گفتم خودم می‌خوام باشون صحبت کنم. 3 ساعت براشون پروسه رو توضیح دادم. گفتم اینجوریه، فرآیند اینه، پارادایم اینه، گایدلاین اینه. بعد از 3 ساعت رفتم اومدم دیدم یه دختره بود، نسل زدی بود. دیدم داره تمپلیت خودش رو میبره جلو، انگار من 3 ساعت حرف زدم. گفتم بهش توضیحات منو متوجه نشدی؟ گفت متوجه حرفای شما شدم، اما ترجیح دادم نظر خودم رو اعمال کنم. گفتم من مدیرم. گفت متوجه جایگاه شغلی شما هستم، ولی ترجیح دادم نظر خودم رو اعمال کنم. گفتم من 15 سال کارم اینه، میدونم مشتری چی میخواد. گفت متوجه تجربیات شغلی شما هم هستم، ولی ترجیح دادم نظر خودم. تو دلم خیلی خوشم اومد. گفتم چه اعتماد به نفسی. گفتم اوکی هر کاری دوست داری بکن، فقط اگه صلاح دونستی ما رو هم در جریان نتیجه بذار. به مدیر بخش گفتم باهاش هیچ کاری نداشته باش، بذار هر کاری دوست داره بکن. 4 روز بعد اومد برای پرزنت، فوق العاده بود. نمیگم 100% بی‌نقص بود، 80% عالی بود. یه بخش رو هم از گزارش حذف کرده بود به صلاح دید خودش. گفتم اون بخش رو چرا حذف کردی؟ گفت تکرار مکررات بود. گفتم با مدیر بخش صحبت کردی؟ گفت حرفاشو شنیدم، ولی ترجیح دادم نظر خودم رو اعمال کنم. من تا مدت‌ها این جمله رو میگفتم، خیلی جمله باحالیه. یعنی تو شرکت‌ها، تو جلسات مشاور میگفتم حرفاتو شنیدم، ولی ترجیح 2-3 بار نزدیک بود کتک بخورم، فقط بقیه مواردش اوکی بود. کار خوبی در آورده بود. اگر من مدیر میانی بودم چه اتفاقی میافتاد دوستان؟ وقتی اونجایی که داشت میگفت من ترجیح میدم نظر خودم رو اعمال کنم، گفتم چی؟ ترجیح میدی نظر خودت رو اعمال کنی؟ من باید برم جلو مدیر بالاتر پرزنت کنم، همین که من میگم رو انجام بده. و همونجا نیروی خلاق تبدیل میشد به نیروی بله قربانگو یا چشمگو. اگر میخواین توی سازمان بقا داشته باشین، رابطه مستقیم داره با تعداد چشمایی که میگید. چرا؟ چون مدیر میانی همون وهله اول خلاقیت رو تو پرسنل میکشه. پرسنل خلاقی باقی نمیمونن تو سازمان. شاید بگین راهکارش چیه؟ 3 تا راهکار رو بگم و تمام. 1،
اگر نیروی رو از سازمانتون اخراج میکنید که بیشتر از 6 ماه تو مجموعتون کار کرده و مدیر عاملید، حتما باش مصاحبه کنید. اگر اونو به مدیر منابع انسانی بسپارید، فقط دنبال اینه که دعوا نشه. اون فردی که داره از سازمان خارج میشه اتفاقا یکی از بهترین افرادیه که میتونه نقد کنه سازمان تو. من این کارو امتحان کردم. بهش فضا بدین، ازش سوال بپرسید. نره خود شرکت بزنه، از این دلیل خارج نشده باشه از شرکت. رقیب نتراش برای خودت. اگه به مدیر میانی بسپاری این اتفاق میفته. 2، حتما اگر کانال ارتباطی مستقیم باید همه پرسنل باید داشته باشن. من یکی دیگه از دوستام که اونم رفت شرکت زد، توی آژانسی کار میکرد، بعد از این مدت یه گزارش نوشت، تجربیاتش رو یه برنامه کرد، برنامه رو برای مدیر عامل ایمیل کرد، گفت آقا این حاصل 1 سال کار منه برای رشد شما. ایمیل کرد، منتظر شد جواب بیاد، جوابی نمی اومد. گفت شاید طرح من ناقص بوده. 4 ماه دیگه روش کار کرد، طرحو کامل‌تر کرد، دوباره ایمیل کرد، دوباره جوابی نیومد. فکر کن چی شده بود؟ پیگیری کرد از منشی، دید مدیر عامل ایمیل‌ها رو چک نمی‌کنه. ایمیل‌ها رو خانم منشی چک می‌کنه و ایمیل‌هایی که به نظرش غیر ضروری میاد رو پاک می‌کنه بدون که به مدیر عامل بده. و تلاش 1 سال اون طرف به نظر اون منشی غیر ضروری اومده بود. مگه میشه کانال مستقیم با تمام پرسنل مدیر عامل ایجاد نکنه؟ باید حرفا رو بشنوه، نباید بسپاره فقط به مدیرای میانی. مدیرای میانی در عین حال که به رشد سازمان کمک میکنن، خلاقیت و طرحهای جدید و طرحهایی که به رشد سازمان منجر میشه رو از پایه قلقم میکنن. و 3 و آخرین مورد، اگر براتون رشد سازمان مهمه، طرحهایی رو ایجاد کنید که همه پرسنل امکان مشارکت توش رو داشته باشن، بتونن طرحهاشون رو ارائه بدن، پرزنت کنن اونجا. حداقل 1 بار در سال، حداقل 1 بار در 2 سال اگر زمان ندارید. دوستان، زرافه موجودیه که همشون بالا هست، اما بعضی موقع ها مجبور میشه برای آب خوردن زرافه رو سرچ بکنید، حالا یا عکسشو یا فیلمشو. خیلی براش سخته، ولی این کارو مجبوره بکنه. اگر مدیر عاملین مثل اون زرافه، باید هر از گاهی با اون شکل سخت بیاید رو سطح. دم همتون گرم. مرسی.